سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من پونه سریکار، مدرس بین المللی ناخون هستم و میخوام امروز بهتون کار با مهر و شابلون آموزش بدم. خب ما امروز میخوایم ببینیم که کار با شابلون و مهر به چه صورته. ببینید بچه ها، اینو میبینید، این طرح بسیار تمیز و خیلی با دیتیل و جزئیات در اومده. خب خیلی از طراحا اینو میکشن راحت، ولی اگر شما بخواید که توی سرعت پایینی اینو اجرا بکنید مجبورید از مهر و شابلون استفاده کنید. این مهر و شابلون به این صورت برگه های استیلیه که روش طرح داره. شما میتونید اینو مستقیم روی ناخون اجرا بکنید به وسیله این. حالا من میخوام ابزار این کار رو اول به شما معرفی کنم. بچه‌ها شما نیاز دارید به یک مهر. مهر چیه؟ مهر یک وسیله با این قسمت پلاستیکی که اگر ببینید که مسئول اجرای طرح روی ناخونه. بچه‌ها این خیلی مهمه که چجوری ازش استفاده بکنید. خیلی از بچه‌ها اعتراض دارن که میگن که طرح رو نمیتونیم خوب بخوابونیم رو ناخون یا خوب اجرا نمیشه. ایرادش اینه که نمیدونن از مهرشون چجوری باید استفاده بکنن. خب من بهتون یاد میدم که این کارو بکنید در ادامه. حالا اصلا مهرتون خیلی مهم نیست چه برندی باشه، ولی یه سری از مهرها هستن که پشتش اینجوری شیشه معلومه. اگر ببینی بله، یه سری هم هست معلوم نیستش. اگر شما مبتدی هستید بهتره که از این مدل‌های شیشه‌ای بگیرید. البته من خودم اینا رو ترجیح میدم. چرا؟ به خاطر اینکه یه موقع هست یه طرحی رو میخوام یه گوشه خاصی از ناخون بذارم، خیلی راحت از این بالا نگاه میکنم و طرحمو اجرا میکنم. پس این شد مهر ما و این هم شابلون ماست. بچه‌ها در واقع شابلون ها برند های مختلفی داره که من الان از شابلون برند مدوزا شماره 206 استفاده کردم. بچه‌ها مدوزا یه چیز خیلی خیلی خوبی داره، بهتون الگو میده. ببینید این الگو رو شما میتونید امتحان کنید و بذارید روی ناخون، ببینید به کدوم ناخون بیشتر میاد، به کدوم طرح بیشتر میاد. این خیلی کار شما رو راحت میکنه، هم برای شما راحت تر انتخاب، همین که مشتریتون هم اگر که مدل آماده نداشته باشید، مشتریتون هم اینطوری خیلی راحت انتخاب میکنه طرحشو. من خیلی این ویژگیشو دوست دارم. خب ببینید یه صفحه اینطوری استیلی دارید شما که روش براده های ایجاد شده که این رنگ داخلش گیر میکنه و طرح ما رو ایجاد میکنه. بنابراین ما نیاز به یک رنگ هم داریم. رنگ هایی که استفاده میکنیم لاک هستن بچه ها، ولی با غلظت بسیار بالایی و یه مقدار فرمولش مدلیه که زودتر خشک میشه نسبت به لاک های دیگه. من برند گو استامپ رو استفاده میکنم همیشه. لاکاش چون خیلی خیلی کارم راحت میکنه، راحت میخوابه روی پالتم. شماره 1 و 2 مشکی و سفیده. حالا رنگای مختلف هم داره، ولی من برای الان میخوام از مشکی و سفیدش استفاده بکنم. و یک کارت. بچه این کارت میتونه از این کارت های آبرم باشه، فرقی نداره. ولی خب اگر که این کارت رو بگیرید، این یه مقدار ضخامتش چون زیاده، کارت مخصوص این کاره چون ضخامتش یه مقدار زیاده، وقتی شما طرحو میکشید میتونید راحت تر رنگو پخش بکنید. خب من الان میخوام شروع کنم بیام این شابلون رو روی ناخونم اجرا کنم. مرحله اول بچه ها ژلیشتون رو میزنید. حالا من اینجا ناخون آماده دارم. ژلیشتون رو میزنید. ژلیشتون رو که زدید تموم شد، حتما تاپ کات بزنید. خیلی ها این تاپ کات رو نمیزنن. این در واقع یکی از تکنیک های خوب اجرا شدن رنگ همینه. تاپ کات بزنید، هم این که رنگتون خیلی خوب اجرا میشه روی پالتتون، هم یه ویژگی داره که بچه‌ها چون دارید با شابلون کار میکنید ممکنه که اشتباه بکنید و یا مثلا شابلون رو جای درستی نذارید بخواید پاک بکنید. تو کار با شابلون خیلی پیش میاد که آدم پاک کنه دوباره مهر رو بزنه.
به خاطر همین شما ممکنه که اگر یه موقع یه رنگی آمبره زیر داشته باشید، کرومی زیر داشته باشید، وقتی که پدستون رو بزنید و پاک بکنید اون رنگ زیرتون هم میره. بنابراین همیشه تاپکاتتون رو بزنید، بعد برید سراغ اجرای مهر و شابلونتون. خب الان من میخوام شروع کنم به کار. اول از همه و اینکه بچه ها شما به یک رول هم نیاز دارید. میتونید از چسب استفاده کنید ولی من با رول راحت ترم. چرا؟ به خاطر اینکه این لبه تیزش قشنگ هر جایی از طرحو که بخوام راحت حذف میکنه و اینکه خیلی هم قویه، قشنگ پرزا رو از روی مهرم برمیداره. سعی کنید قبل از شروع کار شابلونتون وسایلتون رو آماده بذارید. این خیلی 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 مهمه که وسایل شما آماده باشه که وقت شما رو نگیره، چون اون چند ثانیه‌ای که لاک میخواد خشک بشه شما سریع باید طرحو بذارید روی ناخن. به خاطر همین من همه چیمو آماده میکنم. حالا اولش میرم سراغ مهر. بچه‌ها مهر رو چجوری باید استفاده کنید؟ هیچ وقت مهرتون رو با استون، الکل، کلینزر یا غیر اصلا تمیز نکنید. هر موقع که مهرتون کثیف شد، احساس کردید روش پرزی چیزی هستش، اینطوری با این رول بکشید روش، میبینید هر چی باشه کامل میبره. خب حالا اگر مهر منو دقت کنید یک صفحه ماتی داره. این صفحه مات روش نبوده. این کاملا مهرایی که میگیریم شیشه‌ای و براق هستن. من چرا این کارو کردم؟ من اومدم با بافر، همون موقعی که خریدم مهر رو، با بافر روش یه سری خط و خش انداختم و این مات شده. این مات شدن کمک میکنه که طرحتون واضح بشه. خیلی‌ها با مهر کار میکنن ولی در نهایت میگن انگار طرحمون قشنگ مشخص نیفتاده، سایه داره. علتش اینه مهرشون رو آماده نمیکنن. بچه‌ها اگر یک بار این کار انجام دادید دیگه نیازی نیست این کار رو هی مجدد انجام بدید. اولین باری که خریدید مهرتون رو انجام بدید، بعدش فقط باید با چسب کار بکنید. اگر رول ندارید با چسب باید کار بکنید. خب من میرم سراغ انجام کار. ببینید اول از همه من میخوام از چه طرحی استفاده بکنم. من میخوام از همین ماری که اینجا زدم که شما هم یه دور ببینید که من چجوری مار رو زدم. من از این مهر استفاده میکنم، راحت ترم باش. مهرای بزرگترم راحت تره کار باهاشون. اینم میبینید، اینم من مات کردم به خاطر اینکه قلق کار دقیقاً همینجاست. قبل از اینکه شروعم کنم یه کاغذ آچار میذارم زیر دستم به خاطر اینکه وقتی من این مهر رو میکشم اینا ممکنه پخش بشه میزتونم حالا کثیف بشه. خب کاری که میکنم اینه که اول از همه میخوام لاکمو بذارم اینجا، لاکمو پخش کنم و قشنگ بره توی این شیارها. قشنگ لاک درست حسابی بزنید، کم نزنید لاکتون رو، چون کم زدن لاک باعث میشه دوباره کاری بشه و بعد بتونید طرحتون رو پاک کنید. خب با زاویه 45 درجه کارتمو میذارم و میکشم. میتونید 2-3 بار اینطوری بکشید مثل من، ولی میتونید هم نکشید، هیچ فرقی نداره. مهرمو از یه طرف میذارم، از یه طرف بلند میکنم. بلا فاصله جاهایی که نمیخوام از طرحمو پاک میکنم. و بعد میام اونجایی که از اونجای ناخونی که میخوام میذارم. دوباره یک طرفو میذارم و یک طرفو بلند میکنم. بچه ها قلق این کار اینه که شما مهرتون رو از یک طرف بذارید و بردارید. همین شکلی که میبینید کامل رنگ روی ناخون رفته، قشنگ طرحم مشخصه و خیلی هم خوب به نظر میاد. حالا من باید چیکار بکنم؟ همون لحظه اگر میخواید دوباره از مهرتون بتونید استفاده کنید و توی
طرحاتون مشکل نداشته باشید همون لحظه باید مهرتون رو تمیز کنید، چون اگر این رنگ بمونه لاک دیگه خشک میشه و بعد شما ممنوعه این که روی مهرتون رو با استون پاک کنید، بعد به مشکل میخورید. حالا با یه پد و استون میخوام پلتم رو تمیز بکنم و دوباره یه طرح دیگر رو انتخاب بکنم. قشنگ اینو میکشم که توی این شیارها استونم بره و تمیز بشه. خب حالا طرح بعدی، من کارتم هم تمیز میکنم. حالا طرح بعدی که من میخوام انتخاب بکنم این طرحه. اول اینم چک میکنم که رولم تمیز باشه. خب طرح بعدیمو میخوام از لاک مشکی استفاده کنم. از قبل هم یه مگنت نقره‌ای زدم و آماده است. تاپکاتم روش زدم، کاملا آماده است. خب من میخوام الان، خب حالا من دوست داشتم که این طرحمو به جای تاپ براق تاپ مات استفاده کنم. بچه دقت کنید که تاپ ماتی که استفاده میکنید خیلی مهمه. یه برندی بگیرید که معتبر باشه و غلیظ باشه. تاپ مات خیلی مهمه که غلیظ باشه و اینکه خیلی سریع باید قلم رو بکشید روی طرحتون، چون اگر 2 بار یا 3 بار قلم رو بزنید طرحتون رو کامل پخش میکنه. این نکته راجع به تاپ مات خیلی خیلی مهمه. پس سعی کنید حجم تاپ مات بیشتری رو تو همون اولین قلم بردارید که دیگه مجبور نشید چند تا قلم بزنید. به این صورت میذارم داخل دستگاه. خب بچه ها من گذاشتم داخل دستگاه و ببینید که چقدر خوشگل شد. من دوست داشتم که این 3 تا رو با هم ترکیب کنم، ولی خب خیلی طرحهای زیادی داره که شما میتونید راحت با هم دیگه ترکیب کنید و خیلی خیلی سریع کارتون رو انجام بدید. ببینید من که واقعا خیلی دوستشون دارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. کلی دوستتون دارم. مرسی که لایک و سابسکرایب میکنین.